تریانگل رو آموزش بدیم. ناگهان وقتی ما اومدیم اینجا حریف نمیده تریانگل رو. بیایم چیکار می‌کنیم؟ برای اینکه تریانگل رو جمع کنیم اول یه دونه فشار میدیم، یه قق صدا میکنه حریف. انداش و انداش شناورش فشار میاریم، بعد جمع میکنیم. یه دستش میچسبیم، بخوایم دقیق ابتدایی هر دو مش میچسبیم. اول با پای فشار میاریم انداش شناورش رو، بعد یه دست میدیم پایین، یه دست میدیم بالا. تریانگل رو جمع میکنیم. حالا که تریانگل رو جمع کردیم، چند مدل ما میتونیم خفش کنیم، تسلیمش کنیم. یکی که تلاش بکشیم پایین، این یک مدل. دو، دست ناکو میبریم زیر بغلش، دستشو میگیریم. این دومیش. سومیش اینه که بلند بشه، بلند شو رضا، روی پاهات بلند شو که مثلا منو بکنی بزنیم، بلند شو. ما به این میگیم کمرگیر. پا رو نمیگیریم، میای کمر میگیریم. این یک مدلش غیر رضا. بعد حالا یه حرکت دیگه هم از اینجا میتونیم بریم. دستش ناکن اینجا، دستشو میگیریم، سرشو با دستمون هول میدیم، پا رو میذاریم پشت سرش. آرمبار. بچه‌ها چنل رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. مرسی.